امیرالمومنین آمدن مسجد، بله. یعنی یه آقای اونجا ایستاده، فرمودن این مرکب منو نگه دار، من برم نماز بخونم. آقا رفتن نماز و وقتی نمازشون تموم شد دست کردن جیب مبارکشون رو 2 درهم در آوردن به پیغمبر، فرمودن اینو بگیر بده به حق پارکینگ، حق نگهداری. آره. پیغمبر آمد گفت آقا کسی اینجا نیست. آقا جلو در مسجد فرمودن کسی اینجا نیست، آقا اصلا اسبم نیست، طرف که نیست، مرکبم. یه کمی که کوچه ها گشتن مرکب رو پیدا کردن، دیدن این بنده خدا افسار رو دزدیده. عجب. دیده اسب که نمیشه، دهانه اسب، دهانه رو دزدید. بله. آقا فرمودن طوری نیست، حالا برو دهانه اسب بخر. اومد تو بازار رو یه دهانه اسب خرید، اتفاقا پیدا کرد همون مال خر رو. دید یه کسی اینو، این مال کیه؟ گفت الان یکی به من فروخت 2 درهم. عجب. آقا بده این مال اسب حضرت علی علیه السلام، حالا اسب بوده حیوان دیگه نمیدونم هرچی. بله. آقا پولو داد و اومد و آقا برای آقا تعریف کرد، گفت آقا دزدم 2 درهم فروخته. دزدم چند فروخته؟ 2 درهم. آقا چقدر می‌خواستش بده؟ همون 2 درهم رو. آقا فرمودن که ببین چه جور بعضیا حلالو بر خودشون، الانم 2 درهم گیرش اومد، خب منم بهش میدادم. بینندگان عزیز، در روایات داریم که یکی از چیزایی که رزق رو زیاد میکنه، این حالا تو مفاتیحام توی رساله هم فکر کنم باشه، قدیم دیده بودم، سجده نماز. حالا خیلی رکعت آخر میخونن اما نگفته سجده یا رکعت آخر، اصلا کلا سجده، حالا ولو غیر نماز. این دعا یا خیر المسئولین و یا خیر المعطین ارزقنی وارزق عیالی من فضلک فانک ذو الفضل العظیم. آی بهترین عطا کننده، هم به خودم هم به خانوادم بده از فضل خود. روایت داریم کسی در سجده این دعا رو بخونه رزقش زیاد میشه.